سلام به دوستای گلم. من دکتر مرجان عصایی هستم، دامپزشک، و توی این ویدیو میخوام راجع به یکی از مهمترین مراحل زندگی حیوانات خانگی صحبت کنم که همون پیریه. اگر سگ یا گربه‌ای دارین که بالای 7-8 سالش هست، این ویدیو بهتون کمک میکنه تا کیفیت زندگی حیوان دوست داشتنیتون رو بهتر کنید. حیوانات از چه زمانی پیر حساب میشن؟ یکی از سوالات مهمی که همیشه برای همه پیش میاد اینه که حیوان خونگیمون از چه سنی وارد دوره میانسالی میشه. توی گربه‌ها از سن 7-8 سالگی وارد دوره میانسالی میشن و گربه بالای 10 سال دیگه پیر حساب میشه. توی سگ‌ها هم بسته به نژادشون متفاوته. سگایی که نژاد کوچیک هستن بین 8 تا 10 سال، سگای نژاد متوسط بین 7 تا 9 سال و سگای نژاد بزرگ بین 5 تا 7 سال وارد دوره میانسالی یا پیری میشن. هرچی که نژاد سگ بزرگتر باشه روند پیری زودتر درش اتفاق میفته. علائم پیری توی سگ‌ها و گربه‌ها. حیوانی که وارد دوره میانسالی میشه یه علائم خاصی هم از خودش نشون میده. بعضیاشون توی راه رفتن مشکل دارن، انرژیشون کم میشه، توی بلند شدن و نشستن دچار مشکل میشن، تغییرات وزن دارن، دور پوزهشون سفید میشه. یه تعدادیشون هم هستن که اشتهاشون کم میشه و برعکس یه تعدادی هم اشتهاشون بیشتر میشه. دیدشون کم میشه، مشکلات شنوایی براشون به وجود میاد، مشکلات دندانی و بوی بد دهان دارن، دفع اشتباه دارن و یا یادشون میره کجا باید دفع مدفوع یا ادرار رو انجام میدادن. و حالا توی بلند شدن که گفتم مشکلات به وجود میاد براشون. این علائمو که دیدین اینا بیماری نیست، اینا صرفا نشون دهنده ورود به دوره میانسالیه. وقتی حیوانمون پیر میشه چیکار باید براش انجام بدیم؟ مهمترین نکته برای حیوانات خونگی توی این دوران اینه که روتین زندگیشون رو حفظ کنین و چیزایی که مناسب براشون اینه که حتما غذای مناسب بخورن و ورزش مناسب و کم و ثابت داشته باشن تا از آتروفی عضلات جلوگیری بشه. مفصلاشون رو حتما حرکت بدین، استرسش محیطشون رو کم کنین، فعالیت ذهنی براشون ایجاد بکنین، از حالا چکاپ های منظم و دوره‌ایشون رو حتما جدی بگیرین، استرس محیط رو خیلی کم کنین. حیوانات توی این موقعیت توی دوران میانسالی یه مقدار آسیب پذیرتر و حساستر هستن. هرچی محیط زندگیشون آرومتر باشه، استرسشون کمتر باشه و شما از لحاظ عاطفی بیشتر بهشون توجه کنین، کیفیت زندگیشون هم بالاتر. تغذیه حیوانات سالمند یکی از کلیدی ترین نکاتی که برای سلامت پت‌ها توی دوران میانسالی و پیری باید در نظر گرفته بشه تغذیهشون هستش. باید از غذاهای سنیور استفاده بشه، غذاهایی که سدیم کمی دارن، کالری کمی دارن، فیبر بیشتری دارن، پروتئینشون کمتر هستش و حالا امگا 3 میتونن استفاده بکنن. آب فراوان حتما در اختیارشون باشه، آب تازه باشه و پتایی هم که مشکلات کلیوی، دیابت و قلبی دارن حتما زیر نظر دامپزشک غذاشون تغییر بشه. ورزش حیوانات پیر. ورزش برای حیوانات توی این دوره نباید سخت و طاقت فرسا باشه، چون هدف از ورزش اینه که جلوگیری کنیم از تحلیل عضلانی، جلوگیری کنیم از خشکی مفصل و برای کنترل وزنشون مناسب هست. و پیاده روی روزانه در حد کوتاه مناسبه، ورزش‌های ثبات مناسبه، روی یه سطح صاف پیاده روی کنن خیلی براشون خوبه. برای گربه هم استفاده از توپ و فعالیت‌های ذهنی خیلی کمک بهشون میکنه و حالا مثلا یه لیزر ملایم میتونین براشون استفاده کنین. و اگر حیوانتون توی موقع ورزش احساس کردین که داره خسته میشه حتما ورزش رو متوقف کنین تا یکم استراحت کنین. بیماری حیوانات پیر توی این دوره احتمال یک سری از بیماری‌ها بیشتر میشه، مثل بیماری‌های کلیوی، قلبی، دیابت، فشار خون، آب مروارید، مشکلات چشمی، مشکلات دندونی و حالا آرتروز و یک سری بیماری‌های زوال عقل ممکنه براشون پیش بیاد. تشخیص به موقع و زود هنگام باعث میشه که کیفیت زندگی بهتر بشه و زودتر درمان بشه.
برای همینه که میگیم چکاپ های دوره 6 ماه حتما برای پت ها باید انجام بشه. فیزیوتراپی و اهمیت اون در دوران پیری. یکی از روش‌های غیر دارویی که توی دوران پیری میشه و ازش استفاده کرد و خیلی کمک کننده هست به پت‌ها فیزیوتراپی هستش که حالا به فیزیوتراپی باعث میشه که درد عضلات و مفاصل کم بشه، اون تحریک عضلانی ایجاد بشه و از آتروفی عضلات یعنی تحلیل عضلات جلوگیری بشه. حرکات مفصلا رو زیاد میکنه، درد مفصل رو کم میکنه، از آرتروزها از پیشرفت آرتروز جلوگیری میکنه، فشار خون رو تنظیم میکنه، گردش خون رو توی بدن زیاد میکنه، بهبود تعادل و راه رفتن درشون رخ میده. توی حیواناتی هم که جراحی شدن کمک میکنه به اینکه دردشون کم بشه، یا حیواناتی که عضلاتشون تحلیل رفته باعث میشه که عضلات تحلیل رفته برگرده. کارهایی که شما میتونید توی خونه براشون انجام بدین ماساژ هست، استفاده از توپ‌های مخصوص هست، حالا همون راه رفتنی هم که بهتون گفتم خودش یک نوع فیزیوتراپی میشه. میتونین آب درمانی توی خونه براشون انجام بدین و توی کلینیک هم میتونین لیزر تراپی و استفاده از دستگاه‌های مخصوص باشه که دردشون رو کم کنه. ماهیانه 2-3 جلسه فیزیوتراپی برای حیوانات خونگی خیلی کمک کننده هست. سلامت ذهنی و تغییرات شناختی. توی حیوانات پیر یه سندروم شناختی داریم که مثل آلزایمر توی انسان هاست که باعث میشه که مثلا جای ظرف آب و غذاشون رو فراموش کنن، جایی که دستشویی کردن رو فراموش کنن، یا حتی یادشون بره که دارن بی هدف راه میرن، یادشون بره که چرا میخواستن مثلا یه جایی برن، یا بی دلیل صدا میدن. اینا یه سری مشکلاته که متاسفانه توی حیوانات پیر ایجاد میشه. توی این دوران یه روتین مناسب براشون ایجاد کنین، شبها براشون یه نوری روشن کنین که بی هدف راه نرن، یه سری مکمل ها میتونین براشون استفاده کنین، حتما از لحاظ عاطفی حمایتشون کنین تا بتونین این دوره رو به خوب بگذرونین. یه مسئله هم که خیلی کمک میکنه که حیوانات پیر کمتر این مشکل برشون به وجود بیاد فعالیت‌های ذهنی هست که همون قرار دادن تشویق توی جایی که بتونه پیداش کنه، حل کردن معماها. این همش بازی فکریه که کمک میکنه به درمان این مشکل. مراقبت از دندون‌ها. توی این دوره مشکلات دندونی خیلی شایع هست. بوی بد دهان ایجاد میشه، موقع جویدن درد داره، التهاب لثه داره و حتی ممکنه این سری از دندونا لق بشه. حتما با دامپزشکتون مشورت کنین چون جرمگیری باید توسط دامپزشک انجام بشه و حالا شما توی خونه میتونین یه روتین مسواک زدن داشته باشین که این روند رو عقب بندازه. تحمل سرما و گرما. حیوانات سالمند تحمل گرما و سرماشون خیلی کم میشه. توی سرما میتونید از لباس مناسب، پتو یا یه چیزی که گرم نگهشون داره استفاده کنید. توی گرما هم میتونید از یه تهویه مناسب، کولر یا حالا یه سری یخ‌ها و آب مناسب که همیشه در اختیارش باشه استفاده کنید تا از گرمازدگی جلوگیری کنید. نکات مهمی که توی خونه باید رعایت کنید. بهترین کاری که شما توی خونه میتونید برای پتتون انجام بدین حمایت عاطفی هست، استرسش رو کم کنین و حالا میتونید قسمت‌هایی که از خونه که لیز هست موکت بذارین که لیز نخوره، سطح شیبدار براش بذارین که بالا پایین رفتن براش راحت‌تر بشه، پله‌ها کمتر بشه، همیشه میگم سرما گرم نگهش دارین، استرس محیط و سر صدا رو هم براش کم کنین. جعبه کمک‌های اولیه. جعبه کمک‌های اولیه چه برای حیوانات پیر چه برای حیواناتی که سنشون کمه کلاً همیشه باید برای همه حیوانات خونه داشته باشین. یا شامل گاز استریل میشه، شامل تلفن دامپزشکتون میشه، داروهایی که دامپزشک برای حالا سن پتتون تجویز کرده، قیچی مناسب و حالا آیس پک های مناسب داشته باشه، سرم شستشو، وسایل ضد عفونی کننده حتما توی جعبه کمک‌های اولیه‌تون باشه. چه زمانی شما باید به دامپزشکی مراجعه کنید؟ علائمی مثل قش کردن، بی‌تعادلی، اینکه 24 ساعت غذا نخورده باشه، استفراغ‌های مکرر، اسهال، خونریزی و حالا تب، توده‌ای تو بدنش ببینید و یا درد شدیدی داشته باشه حتما باید به دامپزشکی مراجعه کنید. این علائم هیچ ربطی به سن زیاد نداره.
و توی هر حیوانی دیدین سریع باید به دامپزشکی مراجعه کنید. پیری یک بیماری نیست، یکی از مراحل طبیعی زندگی هست و شما به عنوان صاحب پت میتونید این دوره رو برای پتتون خیلی شادتر، سالمتر و مناسب کنید تا کیفیت زندگیش بالاتر بره. اگر سوالی دارین که کامنت ها از من حتما بپرسین. این شماره هم که توی تصویر میبینین شماره تماس کلینیک هست، میتونین تماس بگیرین و سوالاتتون رو بپرسین. اگر این ویدیو براتون مفید بود خوشحال میشم کانال ما رو دنبال کنین، این ویدیو رو لایک کنین تا ویدیوهای دیگه در رابطه با سلامت پت ها براتون نشون داده بشه. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.